پدر بزرگم تصمیم گرفت توی سن 68 سالگی یک مغازه کوچیک بزنه. همه گفتن دیگه دیره، ولی او فقط لبخند زد و گفت دیرتر از کی؟ برای دل خودم شروع میکنم. مغازه‌اش کوچیک بود اما دلش بزرگ. بعد از 1 ماه همسایه‌ها فقط از اون خرید می‌کردن، نه به خاطر چیزای خاصی که داشت، به خاطر لبخندش، انرژیش، باورش به کاری که می‌کرد. پدر بزرگم هیچ وقت میلیاردر نشد، ولی وقتی رفت همه گفتن کاش زودتر شروع کرده بود. اون ولی راضی بود، چون کاش رو از ته دلش حذف کرده بود. تحلیل روانشناسی این داستان کوتاه، ترسش شکسته که همیشه هست، کارش نمیتونیم بکنیم، ولی چیزی که باید بدونی اینه که اگه منتظر زمان مناسب باشی شاید هیچ وقت نیاد. شروع کردن حتی با ترس یعنی تو قهرمان داستان خودتی. بذار این ترس همراهت باشه، نه مانعت. یه تمرین کوچولو برای امروز. یه کاری هست که مدت‌ها عقبش انداختی، اون رو بنویس. فقط یک قدم کوچولو برای شروعش بردار، ولی همین امروز. تو لایق آرامشی که خودت می‌سازیش.